رو به این جاده به بنبست برو، یه نفر میونمون هست برو. من آمادم. از این جلوتر دیگه نباید بیرم، از جایی که اینجا نه. شروع کنیم. مهدی جان خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردی و خیلی ما هم دیگه گپ بزنیم. عرض میکنم که از اینجا شروع بکنیم این مصاحبه اختصاصی رو. آهنگسازی برای جدی تره یا خوانندگی؟ من هنوزم وجه آهنگسازیم جلوتر از خوانندگیمه، چون سابقم توی اون بیشتره. سال 80 کار حرفه‌ای آهنگسازی رو شروع کردم. هنوز تو خوانندگی و اون جایگاهی که خودم میخوام نرسیدم، یعنی تعداد کارام هنوز اونقدری نیست که، ولی به لطف خدا توی این مدت خیلی اتفاق خوبه، ولی انرژیم الان واسه خوانندگی بیشتره واقعا. چه اسم هنری رو برای خودت انتخاب کردی؟ یا دوست داری این کارو بکنی یا نه فقط دوست داری مثلا همه به اسم مهدی یرایی بشن؟ نه اون مهدی یرایی رو بیشتر دوست داری. بتونیم پر کنیم. اوکی. کجایی؟ بچه کجایی؟ من بچه اهوازم. اهواز. دست تو رو شد ولی من باختم، بس که بازی تو بی قاعده بود، همه راز دلمو فهمیدن، بس که این کار تو بی فایده بود. امسال با تیتراژ ماه عسل دوباره برگشتی به امواج تلویزیون. چی شد که تو انتخاب شدی؟ برگردیم به سال 88 از طرف دوست عزیزم احسان علیخانی که اون موقع رفاقتی با هم نداشتیم، یه دوست مشترکی داشتیم که ترانه اون کارم گفته بود. اون موقع که منو پیشنهاد کرده بود، گفته بود که مثلا موقع البته من تیتراژ مرا کن و واسه شبکه 5 کار کرده بودم که خیلی هم خاطره خوبی دارم ازش، واسه برنامه شب شیشه‌ای بود. منو رها کن از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی. قرار گذاشتیم با احسان نشستیم و قرار شد که این روش ترانه بیاد. ترانه‌شو دوست ما نوشت و بعد عرضم با حضورتون که تنظیمش هم بهزاد رئیسی انجام داد، یکی دیگه از دوستای گلم، و کار برای تیتراژ ماه عسل 88 انتخاب شد و اجرا شد و خدا رو شکر خیلی هم استقبال خوبی ازش. بیا تا پیداشم تو باش، تا من باشم هنوز میشینم به هوای دیدن تو. از سال 90 به بعد چون دیگه رفاقت ما خیلی نزدیک شده بود من و احسان، من خودم رو جزئی از تیم ماه عسل میدونم، یعنی نه من اینجوری فکر میکنم، خود احسان علیخانی هم نگاهش اینجوریه. هر جای دنیایی دلم اونجاست، من کعبم و دور تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم. خیلی وقتی که میخوایم ازت یه اجرای زنده ببینیم. بله. چرا این کار رو انجام میدی؟ من از روزی که موسیقی شروع کردم دوست داشتم زنده اجرا کنم، با اینکه ما قرار بود بعد از آلبوم 2-3 ماه بعد از آلبوم کنسرت اول اون رو اجرا کنیم، شروع کنیم کنسرتامون، ولی متاسفانه میگم به دلایلی عقب افتاد. بعد این کنسرت آلبوم قبلیت منو رها کن میشه درسته یا نه؟ احتمال داره، حالا داریم رایزنی میکنیم، ممکنه قبل از آلبوم اولین کنسرت هم برگزار بشه که در اون صورت شاید که 2 تا قطعه از آلبوم جدید توش باشه، ولی احتمال زیاد کنسرت اولم بعد از آلبوم دومشون میخوایم بعد از موج آلبوم دوم که حالا ایجاد بشه به امید خدا مخاطبین رو اون موقع بیاریم واسه اجرای زنده و واسهشون برنامه اجرا کنیم داشته باشه. مهم اینه تو کنارمی، خیلی بیقرارمی، هر لحظه به یادمی این روزا. مهم اینه تو شدی گلم، خیلی عاشقت شدم حتی بیشتر از خودم این روزا. اصولا وقتی که تنهایی چی گوش میدی؟ صدای کسی رو گوش میکنی یا موسیقی خودت رو گوش میدی؟ من بیشتر ام کلثوم گوش میکنم، خواننده مصریه که رحمت خدا هم رفته. خواننده ایرانی سنتی گوش میکنم بیشتر. باب شده بچه‌ها نمیگن همدیگه رو گوش میکنم. چرا؟ من کار خوب باشه از احسان خواجه امیری، از محسن یگانه، من حتی موزیک خارجی غربی گوش میکنم. اصلا انتقاد پذیر هستی؟
خیلی انتقاد پذیرم. اولش چرا گارد میگیرم یه ذره تو دلم، ولی واقعا بهش فکر میکنم. من به همه انتقادا که میشه فکر میکنم. دغدغه دیگه‌ای به غیر از آهنگسازی و خوانندگی داری؟ فعلا من تمام زندگی موسیقیه، هیچ کار نمیکنم غیر از موسیقی. آشپز خوب چه آشپزیه؟ آشپزیه که غذاش تند باشه. ما جنوبیم دیگه، تند کنیم میذاره. کجایی بچه کجایی؟ من بچه اهوازم. اگه چشمات مال من بود نداشتم مشکل خاصی على راسي وفي القطة احس الموت هو اشهد انفاسي. اتفاقا من آهنگسازیم که بیشتر رو شعرهای دوستان کار میکنم. شعرهای پیشنهاد شد از فکر کنم 7-8 ماه قبل از برنامه. من یه ملودی ما داشتیم که اونم شعر نداشت، قرار شد دوباره روش شعر بیاد. دوست ترانه‌سرای ما شعرشو نوشت و منم اجراش کردم، تنظیمش هم کار مشترک من و بهزاد رئیسی بود. درست شد. اولین بارم برنامه سال تحویل شبکه 5 پخش شد توی همون سال 86. منو انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه اینجایی، دارم آینه ها رو گم میکنم کم کم، تو رو هر طرف رو میکنم میبینم. بخوای تا کجا پیش بریم؟ والا من سقف آرزوام خیلی بزرگه، یعنی خیلی بالاست. نمیدونم کی بهش میرسم، ولی سقف آرزوام اینه که بمونم. این بزرگترین چیزی که دوست دارم اینه که 40 سال دیگه مخاطب امروزم رو و بیشترش رو داشته باشم. اگه این بهار